خب آینده شما توی این جعبه سیاهه، میخواید ببینید چی توشه؟ معلومه. خب اینا یعنی چی؟ چیزی نیست، نگران نباش. با اون اره تیکه تیکت میکنن، بعد با اون بیل میبرن توی یه جا توی یه باغچه دفنت میکنن. مگه من چیکار کردم؟ والا اونو خودت بهتر میدونی، ولی این اره مرغی و اینا معمولا برای کسایی استفاده میشه ظلم خیلی سنگینی کردن، مثلا احتکاری، اختلاسی. خب اون تبر چیه؟ والا هرچی فکر کردم منم سر در نیاوردم، فقط امیدوارم دستش در آیندت نقشی نداشته باشه. خب ببینیم برای تو چی از توی لپ لپ آینده در میاد. خب شما هم آینده‌تون مشخصه، احتمالاً کاملا اتفاقی توی یه استخر سلطنتی غرق میشین. اون سلطنتیش رو از کجا آوردین؟ یعنی وجداناً علامت تاج روی مایه رو نمیبینی؟ خیلی واضحه دیگه. آخه من چیکار کردم؟ بر اساس قوانین این متد برای افرادی که خیلی زیرآبی میرن و زیرآب به بقیه رو میزنن استفاده میشه. خب داستان اون صابون گلنار چیه؟ اگه بخوام مثبت اندیش باشم، حتما موقع شنا صابون میره زیر پات، سار میخوری، غرق میشی. به نظر خودت تفسیر این چیه؟ نمیدونم، ولی من اصلا نوشابه دوست ندارم. بهش علاقه پیدا میکنی، خیلی دلم برات میسوزه. تو بچه خوبی هستی، منتها یکم نمیتونی جلوی زبونت رو نگه داری. یعنی من با مصرف نوشابه میمیرم؟ البته بستگی به ظرفیتت داره. خیلی ها هستن که با 2 تا جعبه هم نمردن. در ضمن فکر میکنم به جای مصرف از واژه استعمال استفاده کنی درست‌تر باشه. چه عجیب آینده شما. ببین خودت چیزی سر در میاری؟ جناب، من اگه خیلی فکر کنم بهم جنون دست میده. ببینم اسم شما چیه؟ گلسوم اکبری هستم. یا خدا، برنامه کلا کنسله.